خب علاقه‌مندان گلپا لطفاً با دقت توجه کنید. من تون اعلام میکنم نشون بدم که کسایی که عجله دارن زود میخوان برن. خب آقا فردا الان 17 آبان 1400 چهارشنبه ساعت 11 شب، فردا ساعت 5 عصر در تهران شهرک غرب، مسجد جامع شهرک غرب. کسایی که ماشین دارن مشکل پارک دارن اونجا توضیح خواهم داد، ولی کسایی که احیانا که در یوتیوب دارید میبینید خارج هستید که هیچ، احتمال زیاد فردا میرم اونجا از مراسم اگه بتونم برای اپلود میکنم. اما کسایی که در تهران هستن و میخوان برن، اتوبوس در اینجا در میدان صنعت BRT اینجا داره، اینجا املاکی بودم میدونم، هم مترو داره هم BRT. میدان صنعت این ضلع جنوب شرقیش ایستگاه اتوبوسه، این سمت دیگهش ایستگاه متروه، تازه افتتاح شده. این ورتر به سمت پونک و اینا، به سمت غرب تقاطع حسن سیف یک مسجدی هست به این شکل که مراسم‌های هنرمندان اونجا گذار میشه. همونطور که میبینید معماری خاصی هم داره. اون ساعت 5 عصر مراسم یادبود، یعنی به قول خودمون ختم، یا که در ایران عرف هست میگن روز سوم یا ختم، مراسم یادبود آقای استاد علی اکبر گلپا برگزار خواهد شد. حالا این اعلامیه‌شه. خب حالا افراد اطلاع پیدا کردن، این بود موضوع ویدیو. دیگه موضوع الان دیگه فوری نیستش، من میخوام توضیحات دیگه بدم. خب و من حالا امشب میخوام یه کار جالب بکنم. من قصد داشتم که باقی ویدیوهایی که مربوط به مراسم خاکسپاری ایشون بود رو همش لرزش داشت. من دارم با هوش مصنوعی کار میکنم که قسمتایی که گلریز و اینا میخونن و خواهرزاده همسر ایشون صحبتایی کرده بودن و افراد دیگه، اینا رو بتونم با هوش مصنوعی لرزشش رو بگیرم. کما اینکه با یک شخص دیگه آیه آرشناسی تماس گرفتم، ایشون دیدم دوربین حرفه‌ای داشت، نام منتشر نکرده. اگه بتونم ازش اجازه کپی رایتش رو بگیرم، اینجا با کیفیت عالی برای کسایی که خارج هستن در یوتیوبینن بتونم برای اونا منتشر بکنم. یه کار دیگه هم میخوام بکنم الان جالبه، سریع بگم. الان منتظرم ساعت 12 بگذره برم اونجا، برم سن سوادتقا چرخ، برای به طور امتحانی ببینم که میتونم یه ویدیو دیگه درست بکنم در مورد، میخوام هم به بهانه اینکه اون موقعیت اونجا رو نشون بدم که افشان بشن، همین اعلامیه رو هم تو کاورش بذارم که بزرگ باشه، که بتونم اعلامیه ایشونو که مراسم فرداست رو بیشتر به حد بیشتری پخش بشه، مثلا که نشون بدم و این اعلامیه رو بذارم کاورش. و هدفم اینه که راستش بخواید هدف اصلی اینه که اصلا این ویدیوهای من بیشتر دیده بشه و اینا، اینه که هیچ 100%. هدف بعدی اینه که در واقع افراد میدونم من این چند روزا درگیر اخبار مثلا فلسطین و اینا هستم میپردازم، اما استاد گلپا در واقع این عکسم توضیح خواهم داد در موردش. مورد علاقه من هست صرفا بحث، جدا از اینکه من به موسیقی علاقه دارم، این هستش که این شخص پرسونالیتیش برای من عزیزه. یعنی فردیه که نشون داده، من چیزی که مشاهده کردم این فرده، مثلا در 70 هستم مشاهده کردم که آرتیست به این بزرگی میتونست بره در لس آنجلس، در جنوب کالیفرنیا، در کالتکس رکورد مثلا آقای ایکس و ایگرگ زدوان در اورنج کانتی، اونجا مثلا برای خودش بگه من پیشکسوتم آمدم همه برید کنار، و واقعا میتونست تاثیرگذار باشه در سطح جهانی. اما گفت من در این کشور میمونم، حالا شاگرد پرورش میدم، آموزش میدم. از همین رو خواستم بگم. یکی از شاگردان ایشون که این عکس اعلامیه رو در واقع من اصلی دیدم، ولی مرجع این تصویری که کانالی هست آیه فرهانی از شاگردای استاد گلپا هستش، ایشون رو از مدت‌های قبل میشناسم. در واقع یک کانالی دارن، چون ادمینه در واقع این کانال هستن که به صورت رسمی شاگرد، در واقع یکی از شاگردان آقای گلپا هستش. مثلا آقای سالار عقیلی هم هست، حالا کاری نداریم که نوع فعالیتشون چجوریه، اما فردا ایمی با خواننده است، چون من از خیلی دهه قبل میشناسمشون. خواننده هم به ترکی میخونه هم به فارسی میخونه، مدیر این کانال. حالا کسایی که میخوان با این کانال علاقه‌مندان به استاد گلپا میتونن در تلگرام مراجعه بکنن. کانالی هستش به اسم گلپا 1، گلپا 1 باشش، خب بدون اسلش عذرخواهی میکنم، یعنی تلگرام اسلش گلپا 1. اونجا آقای فرهاد رحیمی در ادمین این چنل هست و
در واقع مطالب مربوط به استاد گلپا رو منتشر میکنه. خیلی نزدیک بودن ایشون گویا تا این اواخر، در واقع خیلی هم دوست می‌داشتن استاد گلپا ایشون رو. فرهاد رحیمی سال اگه شد یه روزی ما اینجا با شما مصاحبه میکنیم. حالا من الان نمیدونم باید چه کار کنم. این ویدیویی که دارید میبینید اگه در یوتیوب دارید میبینید یه عکسی هستش اینجوری من گذاشتم با همین کلاه چیز نوشته آرتولوژی یا آرت، در واقع آرتلند. خب در همینجا منتشر میکنم. من این صفحه رو تازه درست کردم فقط در مورد آرته، خب اتفاقات هنری و مسائل این گونه ای و یعنی این اوکی یوتیوبیا همینجاست. اتفاقات ویدیو بعدی مربوط به استاد گلپا همینجا منتشر میشه، اصلا هیچ. اما اگه افرادی در آپارات دارن میبینن این ویدیو داره در یک جایی منتشر میشه که این تصویرش دارید میبینید که همین با این شکلی که من اینجوری هستم و پرچم هستش و این اسمی که اینجا نوشته شده، اینو من به یه صفحه دیگه ای درست کردم. در واقع به صفحه منتشر ببین اینی که دارید میبینید نیستش، این که مثلا الان دارید میبینید نیست، به خاطر اینکه اینجا همه چی هست دیگه. الان مسئله آقای مهرجویی هست، رونالدو هم هست، همه چی با هم شده. من یک صفحه دیگه ای درست کردم در آپارات برای کسی که در ایران هستن میخوان راحت‌تر استفاده شده باشن. من لبر استاپ کنم صفحه رو اینجا رو نشون بدم. اینجوری که دارید میبینید در آپارات یک کامنت میذارم با اون یکی صفحه کانال جدید، فقط همین معادل فارسی همین کانالی که ما در یوتیوب داریم، فارسی نوشتم مثلا آرتلند با اسم خودم. الان صفحه استاپ کنم نشون هم کامنت گذاشتم الان اگه دارید ببینید، هم یه با اون یه کامنت گذاشتم، هم لینکش رو خودم الان پین کردم، میتونید ببینید. از این به بعد یعنی مسئله استاد گلپا اینا گذشت، مسائل هنری و خبری و اینا رو اونجا بیشتر پیگیری کنید، چون دیگه اینجا که دارید ببینید هی داره شلوغ‌تر میشه، بعد قاطی همه چیز با هم قاطیه، یعنی اصلا دستبندی نداره. این صفحه‌ای که جدید درست کردم و این مسئله مراسم گلپا که گذشت فقط مسائل هنری رو در اونجا من بیش میپردازم، خبرها و اتفاقات رو، حواشی و مسائل این گویی. خب اگه لحظه استاپ کنم اون نشون بده، بعد اینجا زودتر ببندم، هم لازم ساعت 12 بشه موکول میکنم به بعدن اتفاقات خاکسپاری، چون این مهمتره که بتونم اینو آگهی رو بیشتر پخش بکنم که افرادی که علاقه‌مند هستن بدونن مراسم گلپا. اینو خواستم بگم، ارزشمندی من بهشون پرسونالیتیشه بیشتر، علیرغم اینکه موزیکش درجه یک بوده، اصلا پایه‌گذار هر چیزی که ما در پاپ امروز داریم، از کارهایی که ایشون در اون فضای بین موسیقی دستگاهی ما و بعدن چیزی که شد پاپ مدیون هستن، اون جای خود هستن، جای خود. ولی ارادتی که من بهشون دارم واسه اینکه در واقع گوینده بی عمل نبود در مورد وطن دوستی. یعنی این شخص اگه رفته بود در جنوب کالیفرنیا، اون که اون اوایل خیلی رفتن، اگه رفته بود اونجا، یعنی من اطلاع دارم که ایشون میتونست خیلی کارهای بزرگی انجام بده، ولی گفت من میمونم توی این کشور. من حالا مثلا شاگرد آموزش میدم، این برای من یک جوان فرد دهه 70 آموزنده است و ارزشمند پرسونالیتی ایشون جدا از بحث هنری. پس به این خاطر من مراسم ایشون هم رفتم، علاقه‌مند بودم و تمام تلاشم میکنم که افرادی که دوست میدارن به حال این شخصیت رو بتونن بیشتر آشنا بشن و همین کمترین کاری هم که میتونم بکنم اینه که به افراد بگم که میتونن ترافیک، اونجا معدن ترافیک تهرانه، یکی از معادن اصلی توی اون ساعته و توی این منطقه 2. خب شما ببین این حسن سیف، این کوچه های بالاش همش خیلی جای پارک زیاد داره. خب حالا جدا از اون، حالا کسایی که مثلا امنیت مثلا خودروی نه، این پایین اطراف هم این خیابان روبرویی سیما ایران داخلش یه دونه پارکینگ عمومی هست، یعنی پارکینگ در واقع چیز هستش، پارکینگی که آدما میرن اونجا تیکت میگیرن، ساعت برشون خیلی راحت. اینجا میتونید متر بذارید، اگه با مرورگر دید میبینید که اصلا فاصلهش چقدره، میتونید در واقع برید اونجا باشه پارک بکنید، در واقع به راحتی پیدا بکنید، به مسجد مراسم بپردازید. بعد خود این مسجد، ببینم درست من کجا رو داشتم نشون میدادم از اون قاره، درسته؟
بله اون چیزی که من اول نشون دادم هست. همون شما ببین اجازه بدید من سفر درست بکنم یه لحظه. اوکی درست بود. ببین این میدان صنعت هستش، فاصله این مسجد اینقدر کمه، یعنی افراد به راحتی میتونن بیان اینجا. این پارکینگ هستش که گفتم هست، به این فاصله کم میتونن پارک بکنن و به راحتی. بعد خود این مسجد مثلا یه روزی باید بیام، من داشتم معماری هم بودم، خود این مسجد اصلا خودش بازدید پذیره از دید اینکه یک انظر معماری ویژگی خیلی خاصی داره. اگه بخوام داخلش این ببینید، این چیزی که این المان‌های خیلی مختلفی از دید معماری توش هست. بعد برم اونجا یه روز سر فرصت بعد برم اونجا اصلا مجوز بگیرم من بخش مختلفش هم نشون بدم. این چیزی که می‌بینید اینجا حالت خیمه هست، یه قسمتی در واقع اینا همه نمادینه. خیلی جالبه اصلا معماری این مسجد شرق قبل همیشه مورد توجه افراد هستی که میرن اونجا. خود اینجا اصلا یک چیزی داره، افرادی که کلا به هنر علاقه دارن جدا از مراسم، خود این که برن اینجا رو ببینن اینم خالی از لطف نیست. خب خودش اصلا در واقع این مسجد در واقع یه جای بازدیدیه در واقع. حالا درسته تازه ساخته شده ولی خب از نظر معماری خیلی ویژگی خاصی داره. تا این ویدیو اگه من طولانی نکنم بعدا سر فرصت اینجا اگه در یوتیوب دارید می‌بینید بعدا مفصل ما کار داریم اینجا، میخوام آرتیست‌ها رو بیام باشون گفتگو بکنم غیره. خب اینو من به توضیح کامل روش بخونم. در واقع یک شعری قسمت بالایش هستش که میتونید بخونید، اما متنی که داره گفتم با حسرت و اندوه فراوان خدمت ملت فهیم ایران زمین مراسم یاد بوده. ببینیم داره ضبط میشه. بله، مراسم یاد بوده بزرگ مرد آواز ایران، مرد حنجر طلایی استاد گلپا را به اطلاع همه شما عزیزان میرساند. به همین مناسبت مراسم یاد بودی در روز پنجشنبه 18 آبان ماه ساعت 17 یعنی 5 تا 19 یعنی 7 در مسجد جامع شرق غرب تو بند میدان صنعت برگزار می‌گردد. خود میدان صنعت یه مقدار اون طرفه. از طرف خانواده‌های گلپایگانی گرالی همسر ایشون هستن. و در خانواده‌ای هستن که با هنر در حال به هنر ارتباط داشتن، فعالیت‌های هنری داشتن پیش از این. خب اینا رو هم گفتم، پس زودتر اینو متوقف کنم. پس یه چند کار باقی مونده دارم مربوط به استاد گلپا. یه ویدیو بود مربوط به بیمارستان که ایشون پارسال بوده رو به علاوه موضوعات خبری و عکس‌های جالبی که تو مراسم کسایی دیگه گرفتن و اینها رو به علاوه باقی مونده ویدیوهای پیروز چون افراد اونجا آواز موندن، بعد اینا رو من یه خود باید ادیت بکنم بخاطر اینکه افراد بودن اونجا نخوان دیده بشن، زمان میبره و این استاتیک لرزشش رو تجهیزات من نبرده بودم، متأسفانه شلوغ بود، چی دیده نمیشد. یعنی اصلا من فقط این مونوپد واسه کردم بردم بالا که بتونه صدا رو بگیره و جمعیت رو از پشت سر نشون بده که در واقع بتونه همینو بگیره. حالا تکون خوردنش رو باید ببخشید، برای قسمت‌های بعدی اینو من سعی می‌کنم جبران کنم برای اتفاقات دیگه‌ای که بود، اگر همایشی بود و مسئله‌ای بود مربوط به استاد گلپا. خب همین فعلا همگی چیزی یادم نمیاد. خب آقای فرهاد رحیمی هم میتونید برید در اینستاگرام اینو سرچ کنید، پیج صفحه دارن. کانال تلگرامشون هم پس شد چی؟ گلپا 1 این شازه تلگرامشون. یه لحظه من اون آپارات اون یکی هم نشون بدم بعد